اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روز دوم ماه محرم است، روز ورود حضرت ابا عبدالله و اصحاب و یارانش به سرزمین تفتیده کربلا. انشاءالله خداوند همه ما رو جزو انصار و یاران ابا عبدالله قرار دهد، با امام حسین و اصحابش ما رو محشور بگرداند، نثار روح آن حضرت و اصحاب و یاران و فرزندانش صلوات عنایت کنیم. به فضل خدا انشاءالله تا روز عاشورا در خدمت شما برادران و خواهران بعد از نماز ظهر هستیم و همچنین محضر بینندگان عزیز. موضوع سخن من این دهه پیرامون ویژگی های یاران امام حسینه. چی شد که این آدما با سلیقه های مختلفی تونستن گرد هم جمع بشن و جزو یاران و اصحاب امام حسین بشن؟ اصحابی که امام حسین فرمود من دیگه مثل شما سراغ ندارم، شما بی نظیرید. خب میدونید اصحاب امام حسین چند دستن؟ بعضیاشون از اصحاب پیغمبرن، یعنی سابقه شون زیاده، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل انس ابن کاهل. اینا یه دستن که زیاد نیستن، اینا پیرمردتر و مسنترن، اینا از اصحاب رسول خدا هستن. دسته دوم کسایی هستند که از اصحاب پیغمبر نیستن اما از اصحاب امیرالمومنین بودن، تو صفین حضور داشتن، تو جمل حضور داشتن، تو نهروان بودند. دسته سوم نه، افرادی که خب سنشون دیگه به زمان امیرالمومنین و به زمان پیغمبر نمیرسه، مثلا نوجوان 11 ساله است، یا فرض کنید قاسم ابن الحسن که اینا بچه بودن زمان امام مجتبی علیه السلام. خب این اصحاب از یه نظر میشه به 3 دسته تقسیم کرد که عرض کردم. یه تقسیم دیگه این است که خب اینا برخیشون بنی هاشمن. حالا بنی هاشم برادرای امام حسین، برادرزاده های امام حسین، مخصوصا بچه های عقیل، آل عقیل تو کربلا، یعنی پسر عموهای امام حسین زیادن. حالا غیر از مسلم ابن عقیل حداقل 7-8 نفر دیگه از آل عقیل تو کربلا شهید شدن. اینا یه دستن که خود بنی هاشمن. یه عده‌ای هم خب اصحابی هن که غیر بنی هاشمن، یعنی از سادات نیستند. این هم یک تقسیم بندی. تعدادشون هم میدونید محل اختلافه، از 72 نفر تا 500 نفر هم نوشتن. مرحوم شیخ مفید 72 نفر رو ذکر کرده، اما بعضی از آثار مثل کتاب
فتوح و دیگران تا 120 نفر هم نوشتن. آماری هم که الان رو قبر شهدا هست من یه وقتی شمردم همین حدود 120 نفر تقریبا. اختلاف راجع به افراد 72 نفر مشهوره، ولی تعداد بیشتر هم گفتن. کتاب‌های خوبی هم عزیزان راجع به اصحاب امام حسین نوشته شده. یک کتاب خوبی که اخیراً هم تجدید چاپ شده، در چند جلد چاپ شده، به نام 72 تن و یک تن. 72 تن و یک تن. این کتاب مال یکی از علمای گذشته ماست. خیلی حالت قلم قشنگی هم داره، رمانگونه است. زندگی نامه اینها چاپ شده، منتشر شده. بعضیاشون اطلاعات زیادی ازشون داریم، بعضیا رو کمتر داریم. به هر حال این اصحاب ویژگی هایی داشتن که من این 7-8 روزی که حالا مونده از ماه و خدمت شما هستیم هر روز یکیشو عرض میکنم. ما ملت امام حسینیم. خب اگه ما بخوایم ملت امام حسین باشیم، یعنی جزو اصحاب امام حسین باشیم، که امام رضا فرمود وقتی شما نام شهدای کربلا رو میشنوید بگید ای کاش ما هم با شما بودیم، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. ای کاش ما مثل شما به این فوز میرسیدیم. میدونید شما حتما شرط نیست که حالا آدم جزو اصحاب امام حسین باشه عاشورا بوده باشه. نه، جابر وقتی آمد 40 کربلا همونجا اظهار کرد، گفت یا ابا عبدالله، یارانی که شهید شدید ما با شما شریکیم. اون کسی که همراش بود عطیه گفت ما که کربلا نبودیم، شمشیر نخوردیم، نیزه نخوردیم. گفت من از حبیبم رسول خدا شنیدم فرمود هر کسی نیتش با هر قومی باشه، هر قومی رو دوست داشته باشه، با همونا محشور میشه. ضمن این که ما تو کشور خودمون کم ندیدیم کسانی که مثل کربلا جان فدا کرده. طبعا عزیزان ما اگر بشناسیم ویژگی های یاران امام حسین رو بهتر میتونیم بگیم ما هم دوست داریم مثل شما بشیم. من این ویژگی ها رو این روزا برای شما عرض میکنم. اولیش که امروز میگم امام سجاد فرمود یاران پدرم در روز عاشورا تشرق الوانهم و تهده جوارحهم و تسکن نفوسهم. این یاران چهره هاشون نورانی بود، آرامش داشتن و نشاط. 3 تا ویژگی: نورانیت، آرامش و نشاط. ما الان جامعهمون نیاز به آرامش داره دیگه. خود ما الان چقدر ناآرامیم تو خونمون، تو زندگیمون. کربلا اینا اینقدر آرامش داشتن که شب با هم شوخی میکردن، مزاح میکردن، راحت روز عاشورا سبقت میگرفتن، در میدان رفتن. این آرامشه غیر از آسایشه. من به شما بگم کربلا آسایش نبود. خیمه ای که یه قطره آب توش نیست که آسایش نداره. خیمه ای که صدای بچه شیرخواره بلند از تشنگی، رو خاک 30,000 تا آدم محاصرت کردن، این شمشیر و نیزه، این آسایشه. اما امروز ما تو جامعه آسایش داریم. شما قبول دارید بالاخره با همه گرانی و سختی نسبت به 50 سال 100 سال پیش خونه ها، ماشین ها، زندگی ها خیلی فرق کرده. یعنی طرف خانه‌شو داره، جاشم خنکه، ماشینم داره، غذاش، اما میگه آرامش تو خونش نیست. چرا؟ این آرامشه از کجا میاد؟ این نکته مهمی است. این اطمینان یاران امام حسین تسکنو. امام سجاد فرمود نفوسشون آرام بود. شما تو جنگ احد ببینید تو اون شرایط سخت خدا میگه ما بر پیغمبر و یارانش آرامش فرستادیم. انزل سکینه. سکینه یعنی آرامش. خب ممکنه شما سوال کنید این آرامش از کجا ایجاد میشه؟ 2 دسته عوامل داره. یه سری عوامل مادی، یه سری عوامل معنوی. من هر دوشو برای شما عرض میکنم. عواملی که آرامش برای انسان میاره یکیش همسره.
جوونی که ازدواج میکنه قرآن میفرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. فکر نکنن جوونا هدف از ازدواج مثلا پاسخ دادن به یک غریزه جنسی است، مثل هدف از غذا خوردن که سیر شدنه. نه، قرآن میفرماید در سوره روم آیه 21 اصلا ما همسر رو برای این آفریدیم که شما آرامش پیدا کنید و جعل بینکم مودة و رحمه. لذا این آرامش ممکنه در یه دورانی که اصلا همسر به هم نیازم ندارن، پیر شدن، سنشون بالا رفته. خدا رحمت کنه حضرت امام رهبر کبیر انقلاب، بیمارستان که بودن، این آقایی که مسئول کارای ایشون بود، من یه وقتی از ایشون پرسیدم خاطراتی که با امام داشتیم، میفرمود خب ما نهار میبردیم خدمت امام، یه روز فرمودن اگر امکان داره حاج خانم غذا بیارن، ایشون غذا رو دهان من بذاره. حالا امام تو بیمارستان، خانومش هم مسن، اما همینقدر که فیلمش هم هست که ایشون داره سبزی خوردن و غذا دهان امام میذاره. این آرامشه 90 سالم بشه وجود داره، این تسکنوا الیها. لذا جامعه ما که حالا جنگ و مسائل اقتصادی مقداری از این قصه فاصله گرفته، باید بره به این سمت. همینجا دعا میکنم خدایا زمینه ازدواج همه جوانامون رو فراهم بفرما. قرآنم به شما بگم خانواده ها، به جوانا نمیگه زن بگیرید، به دخترها نمیگه شوهر کنید، به بزرگترها میگه زنشون بدید، شوهرشون بدید. و انکحوا الایاما، انکحو خطاب به زن و دختر و پسر نیست، خطاب به بزرگانشونه. انکحوا الایاما، ایاما جمع ایمه، یعنی مرد یا زنی که همسر نداره. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. بعدم میفرماید هی نگید نداریم، تنها جایی که خدا وعده داده آدم بی پول و پولدار میکنه ازدواجه. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. اگر شما فقیر باشید من پولدارتون میکنم. امام معصوم فرمود اگر کسی ازدواج رو به خاطر مسائل اقتصادی ترک کنه سوء ظن به خدا ورزیده. بله حدیثه. من ترک العیله، فرمود مخافت من ترک تزویج مخافت العیله، کسی ازدواج رو ترک کنه از راه فقر، به خاطر فقر، فرمود فقط این آدم سوء ظن به خدا ورزیده. شما خود امام حسین رو ببینید، میفرمود خونه ای که توش رباب و سکینه باشه من اون خونه رو دوست دارم. انی احب دارن، من در و دیوار اون خونه ای که رباب توش باشه رو دوست دارم. لذا شما روز عاشورا دیدید امام حسین از رباب یه چیزی بخواد، بچه رو از مادرش میخوان، مثلا بیاد بگه رباب علی اصغر منو بده، میگه خواهرم یا اختاه ناولینی ولدی الصغیر. این ملاحظه ای که رو رباب داره، اینی هم که دید علی اصغر رو نیاورد تو خیمه به خاطر رباب بود، برد پشت خیمه دفن کرد، فحفر به جفن سیفه. اینا نکات مهمی است. این یکی از عوامل مادی است. من نمیگم همه عامل اینه ها، من دارم عوامل غیر معنوی رو فعلا میگم، عوامل مادی رو، عوامل در دسترس. دومین عامل آرامش قرآن میفرماید مسکنه. جعل لکم من بیوتکم سکنا. اصلا مسکن چرا میگن مسکن؟ از سکینه میاد دیگه، آرامشه. بالاخره طرف دغدغه جا عوض کردن، اجاره بالا رفتن نداشته باشه، خیلی مهمه. خدایا به همه مستاجران خانه عنایت کن. خدایا همه اونایی که مسکن ندارن بهشون خانه و مسکن عنایت کن. باعث آرامشه، خیلی مهمه. صاحب خانه بودن اینم یک عامل. عامل دیگر خود شبه. خب الان که بازی ها پخش میشه، عده‌ای شبا بیدارن، کاری ندارم، این یکی دو هفته بیشتر نیست، ولی خیلی عادت کردن به نشستن تا 4 و 5 صبح مثلا و روز میخوابن. قرآن میفرماید اونی که آرامش میاره خواب شبه.
اینو دیگه آقایون اطباء میگن آقا بهترین ساعت که مثلا رشد بچه شکل میگیره مثلا 10 تا 2 10 تا 12 10 تا 2 شب. تازه الان 12 و 1 شب موقع بیداری خیلی خانواده هاست، گاهی 2 گاهی 3. قرآن میفرماید انا جعلنا اللیل، چند جا داریم، یکی این آیه است ما شب رو آرامش قرار دادیم. یه جا میفرماید جعل لکم اللیل لتسکنوا. ببینید همه اینا که من میخونم این کلمه رو داره، لتسکنوا. توی ازدواج هم داشت لتسکنوا، توی مسکن هم داشت سکنا. خب مسکن، خواب شب، همسر، رزق. در قرآن کریم میخوانیم میفرماید یک شهر خوب شهریه که امنیت توش باشه، آمنتن مطمئنه. خود رزق یعطی ها، رزقش از همه طرف بیاد. نکته دیگری که باز مؤثر توی آرامش از این دست، تو روایات ما داریم خالی بودن از حقد و حسد و کینه. اینایی که کینه دارن، حسادت دارن، آرامش ندارن دیگه. همش نگاه میکنه به یکی، خودشو اذیت میکنه. چرا خونه خرید، چرا ماشین خرید. روایت داریم ثلاثتون تکدر العیش، 3 چیز زندگی آدمو ناآرام میکنه. الحقد، یکیش کینه است. آدم کینه ای نمیتونه رفاقت برقرار کنه. لذا تو دعام داریم لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدای کینه مؤمن به ما نده. کینه کافر نداره، کینه شمر و یزید انشاءالله خدا عذابشون رو زیاد کنه، اما بین خودمون. ول حسد و سوء الظن، بدگمانی، حسادت، اینا آرامش رو از بین میبره. خب یاران امام حسین آرام بودن. چرا آرام بودن؟ این 3-4 تا عاملی که من عرض کردم برای روشن شدن بحث گفتم. برادران عزیز، خواهران گرامی، بینندگان عزیز که از شبکه قرآن و معارف این بحث رو دنبال میکنید، از کنار حرم کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها، که من همینجا باید تشکر کنم از تولیت محترم، از دوستان محترم که حرم به فضل الهی قبلا بوده، امسالم بیشتر، کانون نشر معارف شده الحمدلله. صبحها بانوان، ظهر این برنامه، شب، عصر. و این خیلی مهمه. این انتظاریه که رهبر شهید ما از بقاع متبرکه داشتند. ایشون میفرمودن امامزادگان و بقاع متبرکه باید تبدیل به کانون فرهنگی بشه. اینجا حمد و سوره مردم درست شه، اینجا شبهات اعتقادی جواب داده بشه، اینجا جوون بیاد مشاوره بگیره، اینجا خانم و آقایونی که با هم اختلاف دارن بیان توی برنامه ها شرکت کنن، اینجا نوجوان بیاد قرآن یاد بگیره. کانون باید بشه و این انتظار از حرم، به ویژه حالا حرم حضرت معصومه که یه خصوصیتی داره که با همه امامزادگان دیگه فرق میکنه و اون کنار حوزه علمیه بودن و حضور مراجع علماست. اون چیزی که آرامش برای اصحاب امام حسین می آورد چی بود؟ من وقتم محدود، سریع میشمارم. 1 ایمان. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. ببین آیه‌ش هم خونده. اگر کسی ایمان داشته باشه، ایمانش هم با شرک و اینا قاطی نشه، باور به خدا داشته باشه، الا به ذکر الله بگید تطمئن القلوب. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. عامل دوم توکل بر خدا. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ولی خدا شدن، با خدا رفیق بشید. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. لذا شما ببینید یاران امام حسین، ببینید حالا یه تفاوتی بین شهدای ما و شهدای کربلا. شهدای کربلا بی‌نظیرن، اینو به شما عرض کنم. تفاوت این است که شهدای کربلا بهشون گفتن شما باید برید شهید شید، یعنی شما فردا شب حتما 100% بوده.
حالا این عزیزی که توی جبهه هست ممکنه شهید بشه ممکنه نشه، اما اینا بهشون گفتن آقای مثلا عابس شما بری میدان شهید میشی. شب عاشورا بهشون اعلام. اینا رو دقت کنید، خیلی آدم میخواد بگن فردا این موقع نیستی، وقت بمانه. چجوری مانده؟ این آرامش از کجا پیدا شده که یکی از شهدای کربلا بریر وقتی آمد میدان، یک کسی آمد مقابلش به نام یزید ابن معقل، آدم خبیثی بود، منتها با بریر رفیق بود از قبل. به بریر گفت که تو چرا امام حسین رو یاری میکنی؟ تو معلم قرآنی، بچه های ما پیش شما درس خوندن، رها کن. شروع کرد تبلیغات کردن. بریر گفت شما خجالت بکشید، پسر پیغمبر رو محاصره کردید، اومدی میخوای منو جدا کنی؟ خلاصه بحثشون شد. انقدر بریر مطمئن بود و آرام بود، گفت که بیا مباهله کنیم، بیا همدیگه رو نفرین کنیم. مباهله چند روز قبل بود دیگه، روزش 24 ذی‌حجه. گفت یعنی چی؟ گفت بیا همدیگه رو نفرین کنیم، بگیم خدایا هر کدوم از ما ناحقه نابود بشه. قبول کرد، همدیگه رو نفرین کردن، جنگیدن و اون یزید ابن معقل به درک واصل شد. این آرامش، این اطمینانی که عابس وقتی اومد میدان، کسی چون شجاع بود جلوش در نمی اومد، زرهشو در آورد، گفت بابا من نمی ترسم، بیایید وقت آن آمد که من عریان شوم، جسم بگذارم سراسر جان شوم. خود ابا عبدالله علیه السلام راوی میگه من رفتم قتلگاه، به خدا قسم ندیده بودم یه داغ دیده ای انقدر آرام باشه. امام رهبر کبیر ما فرمودن هر چی به شهادت و عصر عاشورا نزدیک میشد چهره ابا عبدالله برافروخته تر بود. اینم یک عامل آرامشه. عامل دیگر آرامش در روایات و آیات قرآن داریم، راضی بودن به رضای الهی است. من جمع‌بندی کنم 4 تا: ایمان، توکل، ولی خدا شدن و راضی بودن به رضای الهی. اینها آرامش میاره. چون ببینید یه چیزایی حتی همه عالم دست خداست، شک نداریم، ولی بعضی امور تو قرآن میگه، خدا تو قرآن میگه باید سراغ من بیایید، مثل عزت، تو عز من تشا و تو ذل من، هیچ که نمیتونه شما رو عزیز کنه غیر از من. آرامش همینه، هو الذی انزل السکینه، اوه که باید آرامش رو در دلها قرار بده. لذا شما نگاه کنید تو جنگ مثلا بدر مسلمان ها که کمترن، 313 تا، اونا 1000 تا. تو احد، تو خندق چندین برابر بودن. خدا میفرماید، اینم بگم و تمام کنم عرضمو، نقطه مقابل سکینه چیه؟ رعب، ناآرامی. میگه ما تو دل دشمنا رعب انداختیم، تو دل شما سکینه، تو دل اونها رعب. لذا این خانوما و آقایونی که گاهی ترس دارن، نگرانن، استراب دارن، استرس دارن، بدانید هو الذی انزل السکینه، با آرامش، خود قرآن خوندن آرامش میاره، خود یاد اهل بیت آرامش میاره. اینا همه اصحاب امام حسین آرام بودن. چرا؟ چون با خدا بودن، چون ایمانشون قوی بود. خانم و آقایون، امام صادق فرمود تعجب میکنم از کسی که به هم میریزه، چرا پا نمیشه 2 رکعت نماز بخونه؟ نماز خودش آرامش میاره. خدایا این صفت ارزشمند رو، این نشاط و آرامش و سکینه رو به همه ما و به جامعه ما که امروز بیش از قبل به این آرامش نیاز داریم عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چقدر نام تو زیباست
ابا عبدالله. چه جاذبه ای داره حسین. هنوز دوم محرم مجالس پره، لباسای مشکی به تن رفته. چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، حرمت عرش معلاست ابا عبدالله. زائر کرب و بلا حق شفاعت دارد، زائر کرب و بلا حق شفاعت دارد. قطره در کوی تو دریاست ابا عبدالله. السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای خامس آل ابا. ای لبانت بوسگاه فاطمه، وی خجل از تو فرات و علقمه. دیدی یه کاروانی مکه میره، کربلا میره، 40 نفر 50 نفر مردم منتظرن همه با هم برگردن. یه کاروانی امروز اومد کربلا، عباس بود، قاسم بود، علی اکبر بود، زینب بود، امام سجاد بود. اما روزی که این کاروان از سرزمین کربلا خواست برگرده، لا رجال ولا بنینا، نه عباس بود، نه قاسم بود، نه علی اکبر بود، نه سالارشون حسین بود. عقیله بنی هاشم اومد قتلگاه. البته همه رو سوار کرد با آرامش، با آرامش. حتی امام سجاد رو آرام کرد. خوب که همه رو سوار کرد، آماده شدن حرکت بدن. یه وقتی این وسط پیدا شد، خودش اومد قتلگاه، نشست کنار بدن برادر. حسین من به سوی شام و کوفه ام، چه ظالمان میبرند. نمیروم ولی مرا به تازیانه میبرند. نمیخوام برم از کنار بدنت، سر تو را به نیزه‌ای نشانده دشمن علی. نمیروم ولی مرا به این بهانه میبرم. نمیدونم چجور روزه خوانده، ولی نوشتن بکت و ابکت کل عدو و صدیق. دوست گریه کرد، دشمن گریه کرد. مگه چی میگفت؟ چجوری روزه میخوند که دشمنم گریه میکرد؟ گفت حسینم به ابل عطشان حتی مزا، فدای لبهای تشنت. بابام به قربان حلقوم بریدت، پدرم به قربان دل داغ دیدت. به ابل محموم حتی غذا. حالا هر کجا نشستی تأسی کن به امام صادق 3 مرتبه صلی الله علیک یا ابا